好的，好的，还欠的40万也是礼物给我。 در بین دو شرکت یکی چینزر از چین و دیگری نقش از تاجیکستان بحث مالی سر زده است. جان تسوین مدیر کلی شرکت چینزر میگوید کارشریک تاجیکستانیش نقش از دادن $400,000 سرپیچی میکند. جناب شوکت مدیر اجرایی شرکت نقش در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پس از پرداخت نصف مبلغ توافق شده شرکت به مشکل مالی روبرو شده است و با زودی قرض خود را خواهد پوشاند. شرکت چینی در سال 2016 برای استخراج طلا از کان شگناو به شرکت نقش سرمایه‌گذاری کرده است که گفته میشد مالکش از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان است. جان تسوین می‌افزاید پس از وارد کردن $3 میلیون به کار شرکت نقش همکاری دو جانبه با مشکل روبرو گشته است. 就是我在这里买车买设备建设矿 بعد آغاز بحث و تلاش چند ساله با امردین نقشف راهبر شرکت نقش به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه مصرف شده به من $800,000 میدهد و من دیگر برای مبلغ دعوا نمی کنم. اما بعد سرگردانی های زیاد و وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همگی $400,000 برگردانید و خلاص. در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سفارت چین در دوشنبه از 9 ینوری سال 2024 ذکر می شود که شرکت نقش و چینزر به سازش رسیدند که نقش باقی مبلغ را تا 30 ینوری سال 2024 برمیگرداند. 2019年12月份让我滚蛋的。 با گذشت 4 ماه از وعده آخران من دیگر امردین را پیدا کرده نمیتوانم. دیرکتور اجرایی نقش وعده میدهد که باقی مبلغ را برمیگرداند. اما کی نامعلوم. من 5 سال است که منتظرم. از بانک های چین قرض دارم. برگشته نمیتوانم. از فکر زیاد موی سرم سفید شده است. نماینده شرکت نقش در یک صحبت تلفنی وجود این بحث را تایید کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. همصحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیو آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خواستار حل آن شد و یک شرکت حقوقی چین نیز وارد بحث شده از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری میکنند. جانب‌های بحث تایید کردند که روزهای نزدیک با هم دیدار و موضوع را بررسی میکنند. این بحث در حال سر زده است که شرکت‌های دولتی و خصوصی چین در دهها کان طلا و معدن‌ها شریک طرف تاجیکستانند. با آنها امتیازهای زیاد داده شده است. این بحث میگوید یک کارشناس میتواند به فضای سرمایه‌گذاری و ایمیج دولت تأثیری منفی رساند. چون این واقعه که شما قید کردید برای فضای سرمایه‌گذاری نهایت خطرناک و خوفناک است. علل خصوص برای اقتصادیات کشور جمهوری تاجیکستان میتواند خطر و ضررهای رپوتاسیونی رساند. چیزی که به اصطلاح روسی میگن رپوتاسیونی اوران. و از همین سبب باید این مسئله جدی و نهایت با یک توجه بلند حل و فصل کرده شود. زیرا که این میتواند برای اقتصادیات کشور تاجیکستان میتواند یک ریاکسیای زنجیری سکنه ریاکسیا میکنند با وقوع پیوندد و در نتیجه میتواند این سرمایه‌گذار این مثال همین یک سرمایه‌گذار میتواند به دیگر سرمایه‌گذاران یک مثال شود، یک سبب شود که پیش از اونی که به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان یک تنگه خرج کنند دهها کرات اول فکر کنند. از همین سبب باید کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی جمهوری تاجیکستان باید جدی علل خصوص سرریاست سرمایه‌گذاری همین مقامات باید توجه بیشتر به همین مسئله کنند و همین مسئله رو به یک شکل حل کنند که ضرر رپوتاسیونی همین مسئله نآورد. در گذشته نیز چنین بحث‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها به میان آمده بود. یکی از سبب‌های اساسی ناشفاف بودن همه روند سرمایه‌گذاری و تقسیم درآمد است. در تاجیکستان گزارش‌های هر ماهه یا سالانه فعالیت این شرکت‌ها و خرج و دخل آنها به نشر نمی‌رسد. این حال احتمال فساد را در همکاری شرکت‌های دو کشور به میان می‌آورد.